سلام. در این ویدیو به معرفی قابلیت مودباس گیتوی که در برخی از محصولات سری اترنت IP الکترونیکس وجود داره میپردازیم و با طریقه کار اون آشنا میشیم. محصولات اترنت به RS232 یا RS485 مجموعه ما مبدل هایی مثل TH485EX1 و غیره دارای این قابلیت هستند که به عنوان مودباس گیتوی استفاده بشن. ابتدا قدری با مفهوم مودباس گیتوی آشنا میشیم و بعد این قابلیت رو بر روی مبدل RS485 به اترنت IP الکترونیکس مدل PH485EX1 تست میکنیم. همونطوری که میدونید پروتکل مودباس میتونه هم بر روی بستر پورت سریال مانند RS232 و یا RS485 برقرار بشه و هم در ورژن های بالاتر بر روی شبکه و بستر IP. همونطوری که در دیاگرام مشاهده میکنید هنگامی که دو دیوایس دارای پروتکل مودباس مدیای مشابه همانند RS485 داشته باشند به راحتی از طریق کابل به هم متصل میشن و نیازی به واسطه خاصی وجود نداره. اما وقتی بخوایم دو دیوایس مودباس از دو نوع مختلف که یکی صرفاً پورت سریال داره و مثلا فقط از طریق استاندارد RS485 امکان اتصال به اون وجود داره رو به دیوایسی که صرفاً فقط از طریق شبکه امکان اتصال به اون وجود داره به هم متصل کنیم، نیاز به استفاده از پروتکل مودباس گیتوی هست. مطابق دیاگرام این دستگاه در یک سمت قابلیت اتصال به شبکه فقط از طریق پورت اترنت رو داره و بر روی اون میتوان IP دلخواه خود مطابق با رنج IP شبکه رو ست کرد. در سمت دیگر پورت سریال RS232، RS485 و یا RS422 وجود داره که از طریق اون میتوان به دستگاهی که صرفاً دارای پورت سریال همسان هست متصل بشه. پس از انجام اتصالات مطابق این بلوک دیاگرام، مودباس گیتوی درخواستایی از جنس مودباس TCP رو از کلاینت مودباس متصل به شبکه دریافت میکنه و اونو به فریم مودباس اسکی یا RTU که بر اساس تنظیماتی که شما در صفحه تنظیمات دستگاه انجام میدید تبدیل میکنه و سپس از طریق پورت سریال به دستگاه دارای پروتکل مودباس اسلیو ارسال میکنه. پس از آن پاسخ دریافتی از اسلیو رو دریافت کرده و پس از بررسی صحت فریم دریافتی اونو در قالب پروتکل مودباس TCP به سمت کلاینت که در واقع همون مستر است برمیگردونه. در این بخش به صورت عملی مودباس گیتوی رو روی محصول PH485EX1 تست میکنیم. تست ما به صورتی هستش که در بلوک دیاگرام مشاهده میکنید. ابتدا مبدل PH485EX1 رو در حالت مودباس گیتوی تنظیم میکنیم. مبدل PH485EX1 رو از سمت RS485 به کامپیوتری که روی اون نرم افزار مودباس اسلیو نصب شده وصل میکنیم. در سمت دیگه مبدل اون از طریق اترنت به شبکه وصل میکنیم. روی کامپیوتری که به شبکه متصل باشه نرم افزار مودباس پول رو باز میکنیم و IP که به اون میدیم IP مبدل PH485EX1 هست. ابتدا اتصالات لازم رو برقرار کنید، سپس آداپتور تغذیه محصول رو وصل کنید. قبل از هر کاری باید از صحت اتصال شبکه مطمئن بشیم. برای این منظور از تست پینگ استفاده می‌کنیم. تست پینگ در ویدیو مربوط به اون محصول به صورت کامل توضیح داده شده و تا زمانی که تست پینگ ما درست نباشه نمیتونیم به کار با دستگاه ادامه بدیم. پس از تست پینگ برای انجام تنظیمات دستگاه باید IP دستگاه رو در وب بروزر مانند گوگل کروم وارد کنید. IP پیشفرض دستگاه 192.168.1.100 هست. سپس به قسمت پورت ستینگ برید و به قسمت تنظیمات لن مبدل. در بخش فانکشن 3 گزینه هست. گزینه اول ترانسپرنت به معنی کارکرد عادی دستگاه هست و دستگاه به صورت پیش‌فرض روی این گزینه قرار داره. زمانی که دستگاه روی حالت ترانسپرنت قرار داره از پروتکل ارتباطی شفاف استفاده میکنه و بایت های سریال دریافتی از پورت RS485 و یا RS422 رو عیناً و بدون هیچ گونه تغییری از طریق شبکه منتقل میکنه. در اینجا به عنوان مثال دستگاه رو روی حالت مودباس گیتوی RTU قرار میدم
و تنظیمات رو سیو میکنم. حالا برای تست عملکرد دستگاه به دو نرم افزار تست مودباس پول و مودباس اسلیو احتیاج هست. ابتدا تنظیمات مودباس اسلیو رو با هم انجام میدیم. از قسمت کانکشن گزینه کانکت رو انتخاب میکنم و وارد تنظیماتش میشم. در قسمت مود با توجه به اینکه در تنظیمات دستگاه مودباس گیتوی RTU رو انتخاب کردم، اینجا هم گزینه RTU رو انتخاب میکنم. در قسمت کامپورت رو انتخاب کنید که RS485 و یا RS422 رو به اون متصل کردید که در اینجا برای من کام 8 هست و تنظیمات سریال هم باید مطابق تنظیمات دستگاه باشه که در اینجا به صورت پیش‌فرض 9600 8N1 هست. اوکی میکنم و ارتباط با موفقیت برقرار میشه. حالا تنظیمات مودباس پول رو انجام میدیم. در قسمت کانکشن گزینه کانکت رو انتخاب میکنم. در این قسمت گزینه TCP IP رو انتخاب میکنم. در این قسمت باید IP مبدل رو وارد کنید که IP مبدل به صورت پیش‌فرض 192.168.1.100 هست. پورت هم با توجه به تنظیمات مبدل 9761 وارد میکنم. زمانی که ارتباط با موفقیت برقرار میشه، چراغ‌های مبدل شروع به چشمک زدن میکنن. و به عنوان مثال اگر مقدار یکی از این هولدینگ رجیسترها رو به صورت رندوم تغییر بدم، مقدار اون یکی هم سریع آپدیت میشه و تغییر میکنه. در این ویدیو هم با قابلیت مودباس و هم با طرز کار اون در محصولات IP الکترونیکس آشنا شدیم. در صورت داشتن هر گونه سوال فنی با ما در ارتباط باشید. تا ویدیوی دیگر، خدا نگهدار.